بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. البته با برنامه قلب آسیا خدمت شما عزیزان و سروران هستم. البته چند مدت ما برنامه نداشتیم بنابر مشکلات فنی و حالا هم البته از طریق شبکه‌های اجتماعی، صفحه رسمی فیسبوک شبکه جهانی ندای حق و بعضی صفحات اساتید دیگر خدمت شما عزیزان هستم. امیدوار هستم همگان جور و صحت و سلامت باشید. در این چند مدتی که ما برنامه نداشتیم، واقعا در افغانستان حوادث رخ داد، واقعات رخ داد، موضوعات پیش آمد که متاسفانه نتونستیم در موردش بپردازیم. یکی از این مهمترین رویدادهای چند هفته اخیر افغانستان البته انتخابات پارلمانی بود. این انتخابات هم مثل سایر انتخابات های گذشته یک انتخابات مملو از چالش و نگرانی ها بود که سپری شد و گذشت. انتخابات گذشت اما پس لرزه هاش تا اکنون پابرجاست. اینکه انتخابات از نگاه شریعت مقدس اسلام حکمش چیست، این موضوع بحث من نیست، در موردش بحث نمی کنم، چون انتخابات یکی از پایه های دموکراسی است و دموکراسی نظام اسلامی نیست، با اجماع تمام علمای اسلام که دموکراسی نظام اسلامی نیست و انتخابات یکی از ارکان و یکی از پایه های این نظام است، نه نظام اسلامی. به هر حال انتخابات یا دموکراسی که از غرب آمد و انتخابات هم در ردیفش با این دموکراسی به افغانستان آمد، در 1.5 دهه چندین انتخابات در افغانستان برگزار شد، برابر است که انتخابات ریاست جمهوری باشد یا انتخابات پارلمانی. تمام این انتخابات ها مملو از چالش ها بود، مملو از فساد، از تقلبات گسترده، از تقلبات سازماندهی شده و غیره و غیری که همه مردم افغانستان و جهان شاهد بودند. البته گفته می شود که این آخرین انتخابات پارلمانی که رخ داد، انتخابات پارلمانی 1397 هجری شمسی، یعنی فاسدترینش این بوده. شاید تا کنون این بوده، اما بعد از این انتخابات های بعدی که رخ میده، البته انتخابات ریاست جمهوری را ما پیش رو داریم که آن چقدر فاسد می باشه وقت پاسخ خواهد گفت. اما این انتخابات هم مملو از فساد بود. فساد این انتخابات به شکل واضح و آشکار بود که یعنی جمع کردنش برای کمیسیون مستقل انتخابات هم مشکل شده. کلیپ های از صحبت های کمیشنرهای این انتخابات به شبکه‌های اجتماعی و رسانه ها درس کرد که با هم میگفتن که واقعا این خیلی مشکل است، چطور این را جمع کنیم، اگر جمع نکنیم مردم ما را قربانی میکنند و میکشند. پس این انتخابات مملو از تقلب، مملو از فساد، مملو از چالش گذشت و پس لرزه هاش گفتم تا کنون باقی مانده. به شکل بسیار واضح و آشکار فساد این را ما اینگونه میتونیم درک بکنیم که کمتر از 4000 مراکز رایدهی در سراسر افغانستان باز شد و تعدادی از مردم رفتند و رای دادن. کمتر از 4000، تقریبا حدود 4000، کمتر یا بیشتر بود، به 5 نمی رسید، به 4500 هم نمی رسید به هر حال. اما تعداد شکایت هایی که به کمیسیون شکایات انتخاباتی موصول شد و رسید بالاتر از 5000 شکایت بود. کل مراکز رایدهی کمتر از 4000 است، اما شکایت هایی که
درج شدن از کمیسیون شکایات انتخاباتی بالاتر از 5000 بود. به هر حال این رویداد مهم هفته های اخیر بود که رخ داد. مردم ما، ملت شریف افغانستان، یک بار دیگر تجربه کردن، البته تجربه‌ای که بارها تکرار میکنند و از این تجربه هیچ پندی نمیگیرن، هیچ عبرتی نمیگیرن، هیچ درسی نمیگیرن، باز هم بار دیگر دچار مشکل میشوند. تجربه‌ای که میروند به خاطر این نماینده ها، به خاطر وکلا، به خاطر این رئیس جمهورها، کاندیدای ریاست جمهوری و غیره کمپاین میکنند و دو میکنند، زحمت میکشند، رای میتن، بعد کشته میشوند یا پنجه هایشان بریده میشود. با تمام این مشکلات باز در آخر بعد از انتخابات میبینند که کل این یک درامه بوده، فریب بوده، خاک زدن به چشم مردم بوده. تعیین کننده باز هم نه رای مردم بوده و نه رای ملت بوده. ما در انتخابات گذشته ریاست جمهوری دیدیم که وزیر خارجه آن وقت آمریکا جان کری خلال یک هفته 2 بار به افغانستان سفر کرد تا اینکه برای ما نتیجه انتخابات ما را اعلان بکنه. خیلی شرم‌آور بود، خیلی مضحکانه بود، خیلی خنده آور بود، واقعا در عین حال دردناک و افسوسناک بود. اما باز هم وقتی که انتخابات پارلمانی آمد، باز هم مردم را فریب دادن، گول زدن، چشم به خاک مردم زدن که رأی شما، آینده شما، نمیفهم چیز شما، مردم را به پایه های صندوق های رأی کشانیدن با پلو و چلو، با پور و با فریب و با این چیزها. اما باز هم یک انتخابات که برای مردم، برای ملت کم از کم تا جایی برای یک تعدادی از مردم قابل قبول باشه برگزار نکردن یا نخواستن برگزار بکنن و یا هم نتوانستن برگزار بکنن. به هر حال این حادثه انتخابات بود. در این انتخابات رای فروشی را ما دیدیم، سر و صداهای وکلا را هم دیدیم، رفتن زورگوی ها را هم به مراکز رای دهی دیدیم و غیره چیزهایی که شما البته در رسانه ها و در شبکه‌های اجتماعی شاهدش بودین که انتخابات پارلمانی 97 افغانستان یکی از فاسدترین انتخابات های جهان بود که گذشت. این یکی از موضوعات چند هفته اخیر افغانستان بود. موضوع دیگر که بسیار مهم و اساسی هست که من میخوام در موردش صحبت بکنم، او عبارت است از شیعیان مسلح غیر مسئول. شیعیان مسلح غیر مسئول. البته این در سالهای اخیر ما شاهد مسلح شدن گسترده شیعیان در نقاط مختلف افغانستان بودیم و هستیم. البته رسانه های افغانستان متاسفانه روی این موضوع عمدن، شاید عمدن باشه، نمیپردازن، زیاد رویش بحث نمی کنن، پرده بر نمی دارن که این مسلح سازی و مسلح شدن شیعیان در نقاط مختلف افغانستان چرا می شود این کار و این به ضرر ملت چقدر هست، پیامدهای این مسلح شدن اینها چیست، که ها به اینها سلام می دهد، که ها به اینها پول می دهد، اینها را که ها تمویل می کنند. این یکی از دغدغه های فعلی مردم افغانستان است. ما دیدیم که در ولایت غزنی غالبا وقتی که نیروهای امنیتی قماندان علی پور، فکر بکنم اگر فراموش نکرده باشم، نامش اشتباه نکرده باشم، علی پور که یکی از قماندانان شیعیان مسلح غیر مسئول بود، در غزنی غالبا او را محاصره کردند و بعد از درگیری زیاده که چند تا از طرفین کشته و تلف شدند،
محاصره شکسته شد یا محاصره را خودشان برداشتن، برای او راه باز شد و او از او محاصره بیرون شد و رفت به دایکندی و بهسود و آنجاها و فعلا تعداد زیادی از مسلح غیر مسئول در اطراف خود دارد به بهانه دفاع از هزاره ها و یا شیعیان. اینجا وقتی که نیروهای امنیتی او را در غزنی در یک خانه محاصره می کنند، او با چند تا نفرش است. بعد از این محاصره شدن نیروهای امنیتی چطور به او راه دادن، چطور او را اجازه دادن که از آنجا فرار بکنه، نه تنها فرار بکنه بلکه چند تن از نیروهای امنیتی را نیز بکشد و بعد فرار بکند. واقعا چیز عجیبی بود، مثل یک چیزی سازماندهی شده و یا اینکه فشاری از بیرون بالای دولت افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان بود که نباید او را بازداشت بکنن یا نباید او را بکشن. به هر حال هر چیزی که بود مرموز بود، مغموز و مجهول بود، حادثه عجیبی بود که این فرماندهی مسلح غیر مسئول که دهها و صدها پرونده علیه او هست در دادگاه های افغانستان که او نقض حقوق بشر کرده، تعدادی را کشته، تعدادی را بازداشت کرده، ظلم و جنایت کرده، مال مردم را غصب کرده. اینطور مجرم چطور از چنگال نیروهای امنیتی افغانستان بعد از محاصره شدن راه فرار برش باز می شود و او فرار می کنه؟ این واقعا خیلی نگران کننده بود. بعد از این ما سر و صداهایی را در داخل و بیرون افغانستان شنیدیم که گفته می شد که باید شیعیان مسلح شوند و از خود دفاع بکنند. از خود دفاع بکنن و به این خاطر کلیپ هایی هم نشر شد در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌های افغانستان. البته این کلیپ ها را به نشر نمیسپارن. کلیپ های نشر شد، ما قبلا هم از این کلیپ ها در برنامه خود نشر کردیم که چطور جوانان شیعه افغانستان مسلح می شوند. آنها می گویند که ما با پول خود این سلاح را خریدیم به خاطر که از خود دفاع بکنیم. سوال اینجاست که پول این سلاح را شما از کجا آوردید و این مراکز این سلاح فروشی در کجاست که شما میرید از آنجا سلاح میخرید تا از خود دفاع بکنه؟ ما در مراسم عاشورای امسال دیدیم این کلیپ ها را و این صحبت ها آنجا مطرح شد. تعداد زیادی از این شیعیان مسلح بودند در مراسم عاشورا و بهانه اینکه ما از خود دفاع میکنیم. اگر هدف مبارزه با مخالفان مسلح دولت هست، اگر هدف از این مسلح شدن این است که اینها میخواهند با مخالفان دولت بجنگن، خب این مخالفان دولت آیا تنها در منطقه های شیعه نشین افغانستان هست یا در مناطق سنی نشین نیست؟ اینها حضور دارن. طالبان امروز در بدخشان مگر حضور ندارن؟ در تخار مگر حضور ندارن؟ در کندوز از اول تا کنون مگر حضور ندارن؟ در بلخ آیا حضور ندارن؟ در ولسوالی های متعدد بغلان مگر حضور ندارن؟ و در ولایات شمالی افغانستان مثل سرپل و جوزجان و غیره. در جنوب افغانستان در قندهار و غزنی، در غرب افغانستان در هرات. خب این مخالفین مسلح دولت که طالبان باشد یا داعش باشد یا هر کسی دیگه باشد در ولایات مختلف افغانستان حضور دارند. ولسوالی ها تحت تصرف آنهاست. پس اینجا انگیزه چیست که تعدادی میخواهند این جنگ را مذهبی بسازند به بهانه اینکه ما از هزاره ها دفاع میکنیم؟ آیا طالبان این اعلان را کردن که ما تنها با هزاره ها میجنگیم؟ نه خیر، هرگز چنین نکردن. بلکه بارها وقتی که به حسینیه های شیعیان، به مراسم شیعیان حملاتی صورت گرفته، طالبان آمدن اعلان کردن که ما در این حمله دست نداشتیم.
بزرگترین دشمن دولت افغانستان فعلا طالبان هست و این طرف این شیعیان ادعا دارن که ما با طالبان می جنگیم، اینها دشمنان ما هستند و طالبان هر حمله که بر مراکز و بر حسینیه های شیعیان می شود اعلان می کنند که ما دست نداشتیم، ما نکردیم این حمله را. پس این چی درامه اینجا هست؟ چی بازی دارد راه می افتد؟ طالبان صراحتاً اعلان کردن، بارها اعلان کردن که ما با شیعه کار نداریم، شیعیان را ما کار نداریم و در مراسمشان، در تجمعاتشان، حملاتی که صورت گرفتن نفران ما نبوده، این کار را ما نکردیم. و از طرف دیگر اینها مسلم میشوند به خاطر مبارزه با طالبان. این خنده آور نیست؟ نه خیر، خنده آور نیست، بلکه این دردناک است، این نگران کننده است، این وحشتناک است. طالبان امروز در نقاط مختلف افغانستان حضور دارند، در همان جاها شیعیان نیز، مناطق شیعیان نیز هست، با آنها هیچ سر و کاری ندارند. تا امروز ما نشنیدیم که طالبان رفته باشند یک قریه شیعه نشین را بالاش حمله کرده باشه، کشته باشه، خانه هایشان را ویران کرده باشند. نه خیر، همچون کاری نکردن. اگر میکردن حتما به رسانه ها میرسید، سر و صدای اینها بلند میشد. پس طالبان این کارها را نمی کنن. حملات مرموز رخ داده در حسینیه های شیعیان، در مراسم شیعیان، حملاتی که تا امروز کس نمیفهمه کی کرد. درست است داعش به دوش میگیره، اما این حملات در دشت برچی کابل که رفتن یک سنی عادی به آنجا در چاشت روز مشکل است. من یک سنی تو یک سنی در چاشت روز نمیتونیم با جرأت طرف دشت برچی کابل برویم، نمیتونیم در بامیان آرام زندگی بکنیم. امروز 40% اهل سنت بامیان را اینها مجبور به کوچ کردن، زمین‌هایشان را غصب کردن، دکان‌هایشان را گرفتن، خانه‌هایشان را گرفتن، آنها را مجبور کردن. امروز تعداد زیادی از سنی‌های تاجیک و پشتون بامیان را ترک کردن، آمدن در کابل پناهنده شدن. ما نمیتونیم در دایکندی بریم آرام زندگی بکنیم، براحت اونجا برویم یا با جاغوری سفر بکنیم. نه خیر. پس چطور وقتی که یک جوان اهل سنت غیر مسلح عادی، یک رعیت، یک نفر ملکی نمیتونه این جرأت را بکنه که به دشت برچی کابل سفر بکنه و به جاغوری و دایکندی و بامیان سفر بکنه؟ چطور این انتحاری و انفجاری با این همه مواد در نقطه حساس میره و دفتر تبیان را میزنه، مجمع تبیان، دفتر آوا، خبرگزاری آوا را رفته میزنه که مربوط افراد سپاه پاسداران ایران هست. چطور تا آنجا میرسه؟ اگر خودشان دست ندارن، اگر خودشان سازماندهی نمیکنن، خودشان اگر طراحی نمیکنن، این حملاتی که در میان شیعیان شده، رفتن سنی ها و انجام دادن یک سنی بعید هست، بسیار مشکل هست. امکان نداره همچون کار را، همچون حادثی را، همچون حمله را یک سنی انجام بده. پس این حملات مرموز هست. ما وقتی که این حادثات رخ میداد، این حملات انتحاری در مراکز شیعیان رخ میداد، همان وقت برداشت ما، تحلیل و تفسیری ما از آن حادثات این بود که اینها خودسازی است. این را دولت ایران، سپاه پاسداران ایران این حملات را انجام میده تا که شیعیان را آماده به مسلح شدن بکنن. چون این کار را در عراق اینها کردن، در یمن کردن، در کویت و بحرین این را میخواستن تجربه بکنن، ناکام شدن. در سعودی این کار را کردن، در پاکستان بارها این کار را انجام دادن
شیعیان را اولا هدف قرار میتن، خودشان، خود سپاه پاسداران، سفارت ایران هدف قرار میتن، میزنن آنها را، بعد از آن طرف میآیند به عنوان ناجی و منجی برشان پیشنهاد میکند که شما تا کی اینطور قربانی میدهید؟ تا کی اینطور مظلومانه کشته میشوید؟ چرا مسلح نمیشوید؟ چرا سلاح نمیبردارید تا از خود دفاع کنید؟ خب این جوانانی که پدرشان، برادرشان، خواهرشان در این حملات کشته میشود، بدون هیچ درنگی، بدون هیچ تأملی از این طرح حمایت میکنه، میگه حتما مسلح میشم تا از خود دفاع بکنم. چرا این گونه کشته شوم؟ و ما فکر میکنم که دولت افغانستان، امنیت ملی افغانستان این چیز را میداند، از این جریان، از این دسیسه با خبر است، چون این حالا مرموز و مخفی نمانده، یک چیز تجربه شده در کشورهای همسایه، در کشورهای مختلف منطقه ما این را میبینیم. وقتی ما یک شخص عادی میتونیم این را تحلیل بکنیم، برداشت بکنیم، بفهمیم که چه جریان داره، امنیت ملی افغانستان شما را به خدا قسم نمیفهمه که این حملات را کی میکنه، از کجا سازماندهی میشوه، این انتحار کننده را کی اونجا میرسانه و چرا؟ حتما این دسیسه هست. آن وقت این حملات رخ میداد، ما میگفتیم این حملات به خاطر مسلح کردن شیعیان هست. شیعیان افغانستان را میخواهند مسلح بکنن، جنگ مذهبی را در افغانستان همانگونی که در عراق، در سوریه، در یمن امروز دارن انجام میدهند، میخوان در افغانستان این را پیاده بکنن. و از طرف دیگر از فقر و بیچارگی و تنگدستی مهاجرین افغان در ایران، بخصوص شیعیان افغان که در ایران مهاجر بودن، از فقر و تنگدستی و بیکاری آنها و نداشتن یک مدرک که در ایران غیر قانونی زندگی میکردن، از تمام این فرصت ها استفاده کردن. جوانان شیعه افغانی در ایران را به خاطر تطمیعی که ما برایتان تابعیت میتیم، اقامه دائمی در ایران میتیم، برای خانواده هایتان اقامه میتیم، مصارف ماهانیتان را پرداخت میکنیم، آنها را به سوریه فرستادن که بیش از 20,000 شیعه افغانی در سوریه دوشادوش سپاه پاسداران، دوشادوش حزب الله لبنان علیه مردم مظلوم سوریه جنگیدن. حالا قضیه سوریه داره تمام میشه، آن کشور تکه تکه شد، کلا از بین رفت. بیش از این 20,000 شیعه افغانی مسلح است در سوریه. ما بارها این پرسش را مطرح کردیم که دولت افغانستان پاسخش چیست؟ این 20,000 شیعه افغانی وقتی که از سوریه برمیگرده کجا میرود و مشکلشان چی میشود؟ اینهایی که به آدم کشی در سوریه عادت کردن، آیا اینها را دولت ایران در ایران تابعیت میته و اقامه میته برشان نگه میداره؟ این که محال است. ما وقتی که وضعیت شیعیان مهاجر در ایران را وقتی بررسی بکنیم میفهمیم که این محال است. اینها زندگی خوبی در ایران ندارن، یک زندگی آبرومندانه در ایران ندارن. این را ما نمیگوییم، کلیپ هایی از خودشان نشر شده. خانم های شیعه مهاجر افغانی در ایران بارها صدا بلند کردن که ما را توهین میکنن، ما را تحقیر میکنن. پس این 20,000 شیعه افغانی کجا میره؟ باید راه بازگشت اینها به افغانستان را پیدا بکنن. از کجا پیدا کنن؟
اگر افغانستان امنیت باشد، آرامی باشد، جنگ باشد، به اینها اجازه نمیدن که به افغانستان این گونه وارد شوند مسلح، و با آنهایی که در افغانستان هستن اجازه نمیدن که مسلح شوند هر روز. پس این ناامنی، این جنگ در افغانستان را گسترش میدهند. چند بار مراکز شیعیان را، مجالس آنان را هدف قرار میدهند تا مظلوم نمایی کنند. خون چند تا انسان ملکی بیگناه را خودشان میریزند تا راه برگشت تیپ فاطمیون به افغانستان هموار شود. حالا اینها آمدن به افغانستان، دارن میآیند. با اینها گفته می شود خب شما که رفتین در سوریه از بشار دفاع کردید، اینجا که پدر و عمو و کاکا و ماما و خاله و برادر و خواهرتان هدف قرار گرفتن، مظلوم هستند، به اینها ظلم می شود، اینها کشته می شوند، باید از اینها دفاع کنید. پس این یک دسیسه بسیار بزرگ هست، بسیار خطرناک است. مسلح شدن شیعیان افغانستان به نفع شیعیان نیست و به نفع ملت نیست، به نفع کشور و دولت نیست. اما چون دولت ما هم چندان دولتی نیست، لذا برایش این قضایا مهم نیست. اما ملت نگران هستند و باید هم نگران باشند، چون روزی که بر سر ملت عراق و سوریه آمد، دارد بر سر ملت مظلوم افغانستان بار دیگر می آید و تکرار می شود. در این روزهای گذشته بازم قماندان دیگه از شیعیان مسلح غیر مسئول به نام شجاعی در ارزگان سربلند کرده است. و از یک طرف علی پور و از یک طرف شجاعی و امثال اینها را بارها، گاه علنا، گاه تصریحا و گاه اشارتا، آقای محقق و خلیلی و غیره از اینها حمایت و پشتیبانی کرده است. فکر کنم شب گذشته این قماندان شجاعی که از در ارزگان هست مصاحبه داشته با کسی در فیسبوک. اینها چقدر منسجم کار میکنن. شجاعی در ارزگان صدا بلند میکنه، سلا بلند میکنه، مسلح میشوه و مردمان مظلوم غیر شیعه را در آنجا هدف قرار میده و میکشه. شیعیان افغانی که در اروپا زندگی میکنند از آنجا همزمان صدا بلند میکنند و این را تمویل میکنند و اعلان حمایت میکنند. این انسجام، این وحدت و این یک پارچگی که میانشان هست، به خاطر این نیست که از خود دفاع کنند، به خاطر این نیست، به خاطر راه اندازی یک جنگ مذهبی در افغانستان هست. این جنگ خیلی خطرناک است، جنگ های گذشته خواهد بود. ما یک بار اندکی از این جنگ ها را تجربه کردیم. ما دیدیم که مزاری و ملیشه هاش چطور در حق اهل سنت افغانستان ظلم کردن و چه جنایاتی را در حق مردم مظلوم افغانستان نکردن. اما حالا دارد این گسترش می‌یابد. بجای یک مزاری چند مزاری دیگه به نام شجاعی و علی پور و غیره در نقاط مختلف افغانستان سربلند میکنند. بیاید میشنویم صحبت‌های از این شجاعی را که چی میگوید. احمد جان، من کلیپ پلی میکنم.
جناب قماندان صاحب به تماس شده بودم. این خدا رو شکر زنگ تیر کردم. سلام علیکم جناب قماندان صاحب، امان هستم، از فرانسه به تماس شدیم صاحب. چور خواست انشالله بیرار بخیر. شکر تشکر قماندان صاحب. همینجا تمام قوما از طریق می برنامه که ما داریم در اروپا، تمام قوما صدای شما رو میشنوه. خوشبختانه که با شما به تماس شدیم، پیامه های گرمیتان به قومای عزیز شریک بسازین. سلامت باشین، یک دنیا تشکر، زنده باشین. سلام از ما رو خدمت کل قوم میرسین. دیگه ما خوی نمیجی به عنوان یک قربانی، یک بچه و اولاد از دو مردم خلاصه نمیجی دمی خط دفاعی مردم خود، خط دفاعی مردم هزاره اینی منجی هسته. خلاصه دیگه تا روزی هم که زنده، تا روزی هم که خلاصه ما به عنوان یک انسان در روی زمین را ماریم، خدمت زمین مردم هست انشالله را. اگر دوستا انشالله را در او قسمت هایی که ما چی میخوایی یا چی برادر ما، اولی که شکرم کلگی از لطف خدای بزرگ جورن. دوما دیگه ما برادرها یک توقعی همکاری که ما خلاصه از جا چی نری فراموش نکنه، ما یک اینی قدر توقع داریم. تشکر قماندان صاحب. انشالله تمام قوما امی احساس دارن، تمام شهر بچه های هزاره، تمام شهر مادرای هزاره امی احساس دارن که پشت شما را خالی نمانه. کسایی که امروز بیرون از افغانستان هستن. میشنوی قماندان صاحب؟ بله صاحب میشنوی؟ قطع شد به نظر من. میشنوی قماندان صاحب؟ بله قماندان صاحب میشنوی؟ بله قماندان صاحب میشنوی؟ میشنوم. ببخشید قماندان صاحب، عوارض تکنیکی هست. گفتم تمام قومای عزیز، امی امروز که ما از وطن دور هستیم، این وظیفه ما است. تک تک شهر بچهای هزاره، تک تک شهر مادرای هزاره، خواهرای هزاره، این وظیفه ما است که ما پشت شما را باید خالی نمانیم. این احساس انشالله تمام قومات دارن. اما امی کار با خیر ما هم که در پیش گرفتیم، یا تمام قوام که در پیش گرفته، خاص به خاطر شما شهرمردای واقعی هزاره هستن که امروز در سنگر هزاره شما جنگ میکنن و دفاع میکنن از قوما. سلامت باشین دوستا، قوما را انشالله رک سلام از ما را خدمت تک تک قوما میرسنی. بله یعنی عرض و پیام از ما که یک رکی ما زنده باشین انشالله از وجه پاگزی در خدمت زمین مردم هست انشالله. تشکر قماندان صاحب. فعلا وضعیت بچه ها چطور هستن؟ وضعیت مجاهدین چی رقم است؟ فضل خدا همیتون در روز دو سنگر سه سنگر همیتون پیشروی دارن الحمدلله. وضعیت خوبه، وضعیت بسیار به مرال خوب پیش مرد و لطف خدای بزرگ دیگه کدام جای تشویش نیه. خدا را شکر. دیگه قوما تا فعلا از کشورهای خارجی چی اعلان حمایت کردن؟ قد شما نکردن؟ چی رقم؟ اعلان حمایت رست همین از دارهایی که در سر تا سر دنیا بوده خلاصه از ما خبر گرفته. همکاری های هم داشته میگه اکثر برادرها خلاصه از ما یک خبر گرفته. خدا را شکر، خدا را شکر. دیگه قماندان صاحب از زخمی های قوما چطور است؟ از کسایی که بجا شده های قومای ما و شما در چی حالت هستن و وضعیت منطقه در چی حالت هستن؟ وضعیت منطقه فعلا که وضعیت داخل منطقه حسینی و کاملان کسته خلاصه بحرانیه و یک وضعیت جنگیه دیگه. مردم های وارک خلاصه در ساعت مرزی خو خلاصه در اینجا جابجا شدن دیگه. فعلا بعضی کمبوتا بعضی مشکلات های خواهی نخواد دارن دیگه که اونا نشته یک چیزی وسایل یک چیزی خلاصه آورده باشه دیگه. بان هم فضل خدا تا حدود دیگه همکاری های طرف هم اما کوشش بدیم که صورت بگیره دیگه. توکل به خدا که چطور میشه. بله صاحب. قماندان صاحب متاسفانه توطئه هایی که در رسانه ها شده یا از آدرس های بیگانه ها به این گپا پشت سر شما و پشت سر قماندان صاحب علیپور توطئه شده بودن که اینا یک مجاهدین خودسر هستند، اینا آدمایی هستند که
خودسر هستند همه. به این مردم ها چی گفتنی دارین؟ چه ما اعتراض کنم که ما اگر نیروی خودسر باشه نیروی خودسر بدیم این مردم و این جماعت و این منطقه و قوم خلاصه در کنار از ما جمع نمیشد. دیگه امروز خورد و بزرگ زن مرد از این مردم در کنار از مایم. دیگه خود از این مردم درک منه خلاصه درک بده. اگر واقعا ما هر مشکلی که داشته باشیم از استفاده شدن. بله قوم های اینجا ماشاءالله خدا را شکر بسیار زیاد هستند، در حدود 350 نفر هستند. به تمام تو دل و جان به گوش هستند. کدام گپای خاصی اگر شما داشته باشین؟ ما دیگه حرف خاص نداریم. خدمت کل برادران مرسی. سلام از ما خدمت تک برادران و بزرگان. دیگه عرض نداریم، فقط تمام آخرین حرف بود که خلاصه اسلام و پیامی که شما برای ما مرسه ما یک جهان کور کنه و انشاءالله که دوست گیره. تشکر قماندان صاحب. هماهنگی شما یا کارهای شما بین خود شما و بین قماندان صاحب علیپور چی رقم است؟ بین جبهه مقاومت چی رقم هستند؟ رابطه شما؟ این جبهه با اون جبهه تفاوت نداره. یک جبهه مشترکه، یک جبهه معاشره. دیگه اگر کدام مشکلی در این ساحه پیش روی حمله یا به خلاصه دیگه خلاصه فاصله ما از همدیگه نداریم. این جبهه مشترکه. در هر جایی که باشه اینمی نیروی که ایجاد شده اینمی نیروی مشترک. بله سب تشکر. وظیفه قومایی که در خارج هستند، وظیفه ما بازم یک بار دیگه تکرار میکنم، وظیفه تمام قومای ما چی هستند؟ امیر اگر شما لطف بکنید به خاطر شما قماندان صاحب فعلا امروز خدمت شما ادراس کنم که از نال فعلا ما برادران نیروی نظامی نمیخواهی دیگه خلاصه اونا رو خوش داشته باشه. ما فقط آرزویم و قومایی که انشالله قومایی که تمام قومای عزیزی که در اروپا هستند، من مطمئن هستم پشت شما شهرمردارا، پشت شما رهبرای قومی نسل جوان خالی نمیمانند. دل شما جمع باشند دیگه. من که به عنوان نماینده جبهه مقاومت هستم، نماینده مردمی خود هستم. نمایندگی افتخاره که شما برای ما بخشیدن یا قماندان صاحب علیپور برای ما بخشیدن. ما افتخار میکنیم قماندان صاحب که خدمت شما شهرمردار رو بکنیم. سلامت باشید. بین ما و علیپور دیگه نقشه سماتی بگم که مشکل فاصله وجود نداره. یک تایتره هر نماینده که خلاصه معرفی نماینده نام اونمو هستن نگه مشکل وجود نداره. تشکر قماندان صاحب. خداوند شما را جان و جور دل جمع بیته. من میفهم سر شما وقتتان زیاد نمیگیرم، سر شما بیروبار زیاد است دیگه. در آخرین پیام شما به تمام مردم به تمام قومات چی هستند؟ فقط آخرین پیام از ما فقط سلامتی قومایی که قومای شکر من وقت خوش داشته باشه، رام باشن انشاءالله. فقط اینمی دیاری که زمین دیار رفتن و خلاصه از زمین خاک رفتن دولت های مهاجرت اینمی را اشتک اینمی خاک و اینمی فرامون. تشکر قماندان صاحب از اینکه وقت خود با ما دادین. بسیار زیاد تشکر. جهانی سپاس. ما در خدمتتان هستیم. ما مسکرتان بودیم، در رکاب امی شهرمردا بودیم، بازم هستیم، تا زنده هستیم، در رکاب قوم خود هستیم. سلامت باش. تشکر. علیکم سلام قماندان صاحب. روز خوش، موفق، سربلند باشین. به امید پیروزی های بیشتر. تشکر میکنم احمد جان. بیننده های عزیز، البته صحبت های این قماندان مسلح غیر مسئول شیعیان در اروزگان که به نام شجاعی هست شنیدین حرفایشان را که اینها چی میگویند و چی میکنند. و شیعیان افغانی که در سراسر دنیا هستند از شجاعی و علیپور میآیند اعلان
حمایت میکنن. یعنی چی؟ مگر اینها مخالف دولت افغانستان هستند؟ یک جبهه ضد دولتی تشکیل دادن تا هزاره های شیعه در سراسر دنیا بیاین از اینها حمایت بکنن؟ نه خیر، اینطور نیست. اگر اینطور باشه امروز ما میبینیم که معاون رئیس جمهور آقای دانش شیعه افغانی هست و از همین مسلح غیر مسئول بارها او هم حمایت کرده و از مسلح شدن شیعیان صحبت کرده. کریم خلیلی که فعلا رئیس شورای عالی صلح هست عین شکل از این هاست. معاون رئیس اجراییه آقای محقق از این هاست که رفت در تهران از همین مسلح های غیر مسئول شیعیان از فاطمیون و غیره اعلان حمایت کرد و میکند. پس وقتی که از یک سو اینها با نظام هستند، با دولت هستند و دولت افغانستان امروز صدها هزار نیرو داره، کمانده داره، پلیس داره، اردو داره، ریاست امنیت ملی داره، وزارت داخله داره، وزارت دفاع داره، یک دولت کامل داره. پس وقتی که این دولت که در این دولت هم سهم بزرگ بیشتر از 50% قدرت هم دست شیعیان هست، نفوذشان هم کمتر از 15%، بیشتر از 50% قدرت هم به دست این هاست. در ارتش افغانستان شیعیان حضور گسترده دارن، به خصوص در بخش خانم ها البته کلن شاید شیعیان باشند الا ماشاءالله. در نیروهای امنیتی حضور فعال دارن، حضور گسترده دارن. خب وقتی که در دولت هستن و دولت با این نیروی بیش از 100,000ش یعنی نمیتونن از اینها حمایت بکنن و قماندان علی پور و قماندان شجاعی که 200-300 مسلح غیر مسئول را در گرد خود جمع کردن، این دو میاین از شیعیان افغانستان حمایت میکنند و دفاع میکنند. این یعنی چی؟ و خودشان میگویند که ما مخالف دولت نیستیم، این را هم میگویند. خب وقتی که مخالف دولت نیستین، در داخل دولت شما سهم بیش از 50% دارید، چه نیازی به این مسلح شدن غیر مسئول شماست؟ اگر واقعا از جای دیگر آب نمیخورید، اگر واقعا سفارت ایران اینجا دخیل نیست، اگر واقعا دستان سپاه پاسداران در اینجا نیست، شما علیه محقق و خلیلی و دانش سلا برداشتید؟ نه خیر. پس چرا از دو طرف میخواهید بر گرده این ملت سوار شوید؟ نفوذتان هم کمتر از 15%. آیا این نگران کننده نیست؟ آیا این وحشتناک و خطرناک نیست؟ آیا هیچ مسئولین افغانستان، ما از این مسئولین چی توقعی داشته باشیم؟ علمای افغانستان، ملت شریف افغانستان، آیا این رو درک میکنید که چقدر خطرناک است این قضیه؟ این یک امر عادی نیست که ما سرسری از این عبور بکنیم. این اول کار است. این اول کار است. ایران میخواهد که در افغانستان یک گروه مسلح تابع خود در افغانستان داشته باشد که هم از امتیازات دولت افغانستان برخوردار باشد و هم برای منافع ایران کار بکند، مثل هشت شعبی در عراق، مثل حزب الله در لبنان، مثل حوثی ها در یمن. میخواهد همچون یک تشکیله را در افغانستان ایجاد بکنه، از میان شیعیان افغان یک گروه مسلح غیر مسئول بسازه. این مسلح غیر مسئول از اسلحه دولت افغانستان هم استفاده میکنه. دولت هم به اینها باید سلاح بده که شما از خود دفاع بکنید. باید به اینها معاش بپردازه دولت افغانستان هم. امتیازات دولت افغانستان را به طور کامل بگیرد و
اوامر و فرمان هایی که از بیت رهبری از آقای خامنه ای صادر می شود توسط سفیر ایران در کابل، آن را هم در افغانستان پیاده بکند، منافع ایران را در افغانستان تامین بکند، مخالفان ایران، مخالفان مداخلات ایران در افغانستان را هدف قرار بدهد. به خاطر این کار دارن این مسلحان غیر مسئول را ایجاد کردن، نه اینکه میکنن، ایجاد کردن. من میرم به سراغ بعض کامنت های دوستان. میبینیم بعض این کامنت ها را سر میزنیم که دوستان ما چی گفتنی دارن. کسانی که کامنت دادن تشکر میکنیم ازشان. رحمت آسیم کامنت میده، میگوید که لعنت خدا سر شما که وطن شما با این تبلیغاتتان خراب کردیم. بله، این یک شیعه هست، یک شیعه‌ای که از جنایات تیپ فاطمیون در سوریه حمایت میکند، یک شیعه‌ای که از جنایات سپاه پاسداران در سوریه حمایت میکند، شیعه است که میخواد تیپ فاطمیون به افغانستان برگردد و سنی های افغانستان را هماننده که سنی های سوریه را کشتن در افغانستان بکشند. بله، همچون یک شیعه هست. وقت ما پرده از این جنایت برداریم، باید بگن که لعنت به شما با این تبلیغاتتان. ما مگر چی گفتیم؟ ما میخواییم که شیعه و سنی در افغانستان مثل که سالها برادروار زندگی کردن، برادروار زندگی بکنند. ما مشکلات زیادی در افغانستان داریم، نمیخوایم که یک جنگ مذهبی جدید در افغانستان ایجاد شود. کسانی که میخوان این جنگ مذهبی در افغانستان آغاز شود و آن جنگ مذهبی را دامن میزنند و برای آن اسلحه میخرند، مسلح غیر مسئول میسازند، ما اینها را هدف قرار میدیم که اینها هستند جنگ مذهبی را در افغانستان دامن میزنند، اینها هستند که وطن را خراب میکنند، اینها هستند که ملت را به خاک و خون میکشند. نوری رؤوفی، کامنت دیگه هست از برادر نوری رؤوفی، میگه ای برادر به خدا شرم کنید، افغانستان را تباه کردین به نام شیعه و سنی، یک بار نگفتین انسان. اگر از حساب تعصب باشد متعصب ترین مردم دنیا پشتون هاست. من یک ازبک هستم. برادر نوری رؤوفی، کسایی که برنامه رو دنبال کردن میدانن که ما هیچگاه نگفتیم شیعه و سنی. وقتی که ما میگیم شیعه و سنی، هدف ما از شیعه همان شیعیانی هست که ما اهل سنت را کافر میداند، خون ما را در سوریه حلال میداند، در عراق حلال میداند، در افغانستان حلال میداند. شیعیانی که رفتن به خاطر منافع ایران در سوریه هزاران هزار انسان را کشتند به جرم سنی بودن، امروز میخواهند بیایند در افغانستان عین جنایت را در افغانستان تکرار بکنند. ما علیه اینها صدا بلند میکنیم و ملت خود را آگاه و بیدار میسازیم. ملت شریف افغانستان متوجه باشید، این مسلحهای غیر مسئول به نفع من و شما نیست. مسلح غیر مسئول هیچگاه به نفع هیچ کسی نیست. مسلحهای غیر مسئول که در نقاط مختلف افغانستان هست، در اکثر ولایات مردم از دست آنها به سوتو آمدن و داد میزنند. این یک واقعیت موجود فعل در افغانستان هست. چون هر جنایتی که او میکند هیچ کسی نیست که از او بازخواست کند، بپرسد، او را محاکمه کند، حق مظلوم را از او بگیرد. اما وقتی که این مسلح غیر مسئول در کنارش احساسات مذهبی هم بیاید، یا شیعه یا سنی، فرق نمی کند. اگر در یک منطقه‌ای که شیعیان هست اونجا رفته سنی های
مسلح غیر مسئول ساخته می شود و به اینها انگیزه داده می شود که شما از سنی ها دفاع بکنید، یعنی چی؟ همینطور در افغانستان که اکثریت مطلقش اهل سنت هست، شیعیان مسلح می شوند، مسلح غیر مسئول، نه در چوکات دولت، در چوکات دولت هم هستند، اینها بیرون از چوکات دولت مسلح می شوند. ما از شیعیان دفاع می کنیم، یعنی چی؟ دولت مگر به خاطر چیست؟ این صدها هزار نیروی افغانستان به خاطر چیست؟ که اینها هم بیاین قماندان علیپور و قماندان شجاعی و غیره، اینها امنیت شیعیان افغانستان را میگیرن؟ ما از تعصب هیچگاه حرف نزدیم، مخالف تعصب هستیم. تعصب را شما شنیدید که این قماندان شجاعی در مصاحبهش چی میگفت و نمایندهشان که در فرانسه هست چی میگوید؟ مگر قومای شیعه از سراسر دنیا ما را حمایت کردن؟ یعنی چی؟ ما تعصب را دامن میزنیم یا اینها؟ ما مسلح شدیم، شما از اروپا برای ما پول بفرستین، ما سلاح میخریم، از شیعه دفاع میکنیم. در افغانستان کدام گروه آمده گفته که من مخالف شیعه جنگ میکنم؟ خب گفتم قبلا که طالبان مخالف دولت افغانستان هستن، اما هیچگاه نگفتن که ما مخالف شیعه هستیم، دشمن شیعه هستیم، شیعه را هدف قرار میدیم. بلکه بالعکس، حملاتی که بالای شیعیان شده، طالبان قبل از همه آمدن نکوهش کردن، رد کردن، گفتن این کار ما نیست. پس اینها مسلح میشن به علیه کی؟ برادر دیگه هم موسوی حسینی، حتما از نامش پیداست که شیعه است، میگه به کوری چشم شما دشمنان مردم و انسانیت و طرفداران ترور و خشونت و انتحاری ها و از خدا بیخبر و نمیفهم چی و چی. در آخر میگه زنده باد شجاعی و علیپور که دماغ شما آدم کشان را به خاک مالیده است. این اگر ذره عقل می داشت، شرافت می داشت، همچون حرفی را نمیزد. ما چی میخواهیم؟ ما میخواهیم در افغانستان 1001 مشکل فعلا داریم، نمیخواهیم جنگ مذهبی بر ما تحمیل شود توسط سپاه پاسداران، توسط سفارت ایران در کابل. نمیخواهیم به شیعیان غیر مسئول اسلحه توزیع شود، فردا و هر جنایتی بکند کسی هم از او پرسان نمیکنه کی کرده و چرا کرده. بالفرض اگر این طور شد و این شیعیان مسلح غیر مسئول جنایات خود را ادامه دادن، اینها دارن جنایت میکنن. وقتی 40% اهل سنت را در بامیان اجازه نمیدهند زندگی بکنن، اجازه نمیدهند خانه داشته باشند، دکان داشته باشند، زمین های آنها را غصب میکنن. اینها از قبل جنایت را آغاز کردن، نه جدیدن. چهل درصد اهل سنت بامیان از زمان زنده بودن مزاری دادشان، فغانشان به آسمان رسیده بود. بارها آمدن پیش رهبران اهل سنت، آمدن پیش استاد ربانی، آمدن پیش مسعود که ما را از این بلا نجات دهید. اما در آن وقت در حق آنها هیچ کمک نشد، به داد آنها کسی نرسید. امروز کی میرسد؟ پس ما نمیخواهیم که کل افغانستان برای ما بامیانی جور شود، برای ما دایکندی جور شود، برای ما جاغوری و دشت برچی جور شود. شیعیان افغانستان در هر نقطه افغانستان میروند، زمین میخرن، خانه میخرن، اهالی میخرن، زندگی میکنن در مناطق کاملا سنی نشین است. شما میروید میبینید که چند خانه شیعه اونجا آباد شده زندگی میکنه. کسی هم با آنها نگفته که در روی چند خال داری. هیچ سنی علیه آنها حرفی نزده. زمین دارن، خانه خریدن، دکان خریدن. از بامیان آمدن در تخار خانه میخرن، از دایکندی آمده در قندوز دکان میخره.
کسی هم چیزی نگفته. از جاغوری و بامیان و بهسود و اینجا بلند میشن میروند در هرات شهرک ها را رژیم ایران براشان میخرن، خانه میسازن، زندگی میکنن. کسی نگفته تا امروز که این تحت چی هدف، تحت چی پیلان اینطور میشود. آنها که چیزی نگفتن. آنها خوابن، حالا غافلند، خبر ندارن فردا چی میشود. اما آیا یک سونی میتواند امروز برود در دشت برچی خانه بخرد، زمین بخرد، مسجد بسازد، زندگی بکند؟ در بامیان که اصلا مردم بومی بامیان را، مردم اصیلی بامیان را به خاطر سنی بودن، تاجیک ها و پشتون های بامیان را اینها کوچ اجباری دادن، بیرون کردن. صداهایشان بارها از خلال شبکه ها به گوش جهانیان رسیده است. امروز هم آنها نداهای عدالت خواهیشان را سر میدهند. کسی به داد آنها تا امروز نرسیده و نمیرسد. ما که نگفتیم چیزی. آیا ما متعصب هستیم؟ ما اختلاف میاندازیم؟ ما تفرقه انداز هستیم؟ یا کسانی که تفرقه اندازی سازماندهی شده را دارن ترویج میدهند؟ طالقان مرکز ولایت تخار، سفارت ایران میرود اینجا در وسط شهر کاملا سنی نشین، هیچ خبری از هیچ شیعی نیست، زمینی را میخرد، میخواد اینجا حسینی 7 طبقه‌ای بزند. این یعنی چی؟ این حسینی به خاطر چی در وسط یک منطقه که کاملا سنی نشین هست هیچ شیعی وجود ندارد؟ اگر شما واقعا زندگی مسالمت آمیز میخواهید، واقعا این نگران کننده است. باز هم من میگم نگران کننده است، وحشتناک است، خطرناک است. آینده بسیار وخیم و بدی برای ملت افغانستان دارد. ملتی که همین لحظه 1001 مشکل دارد. این یک مشکل بزرگ دیگی بر مشکلات این ملت دارد اضافه می شود. امیدوار هستم دولت افغانستان، مسئولین افغانستان، رهبران جهادی افغانستان صدا بلند بکنند. روزهای گذشته فکر کنم از آدرس آقای حکمتیار صدای بلند شد که ایران دارد مسلح غیر مسئول می سازد و دارد تیپ فاطمیون را به افغانستان می آرد. امیدوار هستیم این صداها بیشتر شود، تقویه شوند این صداها، ورنه کل این ملت، تر و خشک این ملت در آتش یک جنگ مذهبی خواهیم سوخت. و امیدی بیداری تا برنامه بعد همه شما خوبان و عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.